پالکوونیک علی حلیموف معروف به لقب علی بیانگشت یک فرمانده سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیای تاجیک در جبهه شارتوز وفات کرد. درباره درگذشت علی حلیموف در فیسبوک بدون آوردن جزئیات ژورنالیست تاجیک محیدین ایدیف خبر داد. ساکن ناحیه شارتوز رمزالدین شمسیف که علی حلیموف را میشناخت به خبرگزاری سپوتنیک تاجیکستان خبر داد که فرمانده سابق اپوزیسیا صبح 29 دکتر در سن 68 در پی یک بیماری کوتاه در سابق کلخوز لنینگراد اولو تاجیک‌آباد ناحیه شارتوز ترک این دنیا کرد. نزدیکانش گفتند که کسل بود اما زیاد اعتبار نمیداد، هم قند داشت و هم آسیب ستوموره. روزهای اخیر دردش بیشتر خروج کرده بستری شده بود، گفت او. علی حلیموف سال 1953 در دهه تاجیک‌آباد ناحیه غرب به دنیا آمده است. او سال 1992 به صف نیروهای اپوزیسیا پیوست و در جبهه شارتوز فرماندهی میکرد. بعد پیروزی فرانت خلقی در سال اول جنگ شهروندی تاجیکستان و تصرف شارتوز از جانب جنگیان آن، علی بیانگشت با طرفداران باقی مانده‌اش به افغانستان فرار کرد و طی سالهای جنگ شهروندی از افغانستان به سمت شارتوز یورش را انجام داد. سال 1993 در تلویزیون تاجیکستان درباره به قلمرو شارتوز حمله آوردن گروه علی بیانگشت گزارش‌های زیاد نشر می‌شد. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 بین حکومت و اپوزیسیا، علی حلیموف نیز با گروه خود به تاجیکستان برگشت و به صف خشون‌های مرزبانی پیوست. او از جمله کمشمار فرماندهان سابق اپوزیسیا بود که توانست خود را در ساختارهای حربی حکومت حفظ کند. علی حلیموف تا سال 2014 واحدهای گوناگون خشون‌های مرزبانی را در ولایت‌های ختلان و سوغد فرماندهی میکرد و 7 سال پیش بعد به دست آوردن رتبه پالکوونیک به نفق رفت.